اعضای محفل تکنیکون نوروزی مرکز تحصیلات ایلاوگی ولایت سوخت سیدعلی نعمت اللهیف در دوره شهری آزمون جمهوری علم فروغ معرفت در بخش اختراعکاری سزاوار جای اول گردید. او محصل مؤسسه تحصیلات میانی عمومی رقم 25 شهر خوجند است. بعد درس او به محفل آمده به ساختن تجهیزات گوناگون به خصوص هواپیما مشغول می‌گردد. محفل تکنیکون نوروزی مرکز تحصیلات ایلاوگی ولایت سوخت چنین اعضایان فعال خیلی زیاد دارد. طور سیدعلی نعمت اللهیف تاکید داشت برگزاری آزمون جمهوری علم فروغ معرفت برای نورسان و جوانان امکانیت‌های وسیع را بهره رسیدن به دستاوردهای نو باز نمود. من در مرکز تحصیلات ایلاوگی ولایت همین بیسپیلوتیک را ساختم. این بیسپیلوتیک من بی‌سرنشین میباشد. این بیسپیلوتیک من از چند قسم عبارت است: کریلو، محترمه، موتور، فیوزلاژ، کیل، رول پاورات، استابیلیزاتور رول وسطی، الرون عبارت است. من به این ساختن سیمولاتور شوق کلان دارم. میخواهم در آینده یک زواد بیسپیلوتیک شوم و در پیشرفت کشور سهم خودم را گذارانم. در دوره تطبیق برنامه دولتی 20 ساله آموزش و رشد فن‌های دقیق ریاضی و طبیعی در ساحه علم و معارف کشور برگزار نمودن آزمون جمهوری علم فروغ معرفت در دریافت صاحب استعدادهای نو، پیوست علم به تکنیک، جلب بیشتر نورسان و جوانان به آموزش علم‌های دقیق ریاضی و طبیعی، همچنین اختراعکاری و نوآوری مساعدت کرد. وارد نمودن باز یک نویناسیون نو، ذهن صنعی و برنامه‌سازی برای هوسمندی نورسان و جوانان با آموزش تکنولوژی اطلاعاتی زمینه‌های واقعی گذاشته باز چند نفر دانندگان این سمت علمی معاصر را معرفی خواهد کرد. سال پنجم است که با امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت آزمون جمهوری علم فروغ معرفت تشکیل و برگزار کرده می شود. همه سال با کاربری مرکز تحصیلات ایلاوگی ولایت دوره ولایتی آزمون مذکور در مقیاس ولایت تشکیل و برگزار کرده می شود. سال 2025 در نظامنامه آزمون یک چند تغییرات و علاوه ها وارد گردیده است. این هم باشد آزمون از 8 نومیناسیون گردیده است. دوره ولایتی آزمون مذکور چون همه سال امسال نیز ماه سپتامبر در کتابخانه عمومی به نام تاشخوجه اسیری تشکیل و برگزار کرده می شود. دوره یکم آزمون دوم ماه اپریل در مقیاس شهر و ناحیه های ولایت تشکیل و برگزار کرده شد که در آن بیش از 69,000 داوطلبان اشتراک نمودند. از این شماره به دوره دوم آزمون زیاده از 10,000 راه خط گرفتند. دوره دوم آزمون دوم ماه می نیمه دوم ماه می در مرکز شهر و ناحیه ها تشکیل و برگزار گردید و در آن داوطلبان اشتراک نموده و دوره سوم آزمون غالبان دوره دوم 1439 نفر غالب دانسته شده به دوره سوم راه خط گرفتند و تا دوره سوم غالبان دوره دوم منتظم در مرکزهای تحصیلاتی ایلاوگی در مؤسسات تعلیمی و در دانشگاه ها آمادگی دیده ایستادند. از آن جمله اعضای محفل های مرکز تحصیلات ایلاوگی هم ولایت و هم شهر و ناحیه ها نیز در دور دوم غالب گردیدند و امروز اعضایان محفل های مرکز تحصیلات ایلاوگی ولایت منتظم با راهبران محفل ها برای اشتراک در دور سوم آزمون آمادگی دیده ایستادند. عصر 21 عصر رشد علم و تکنیک و تکنولوژی معاصر است. فعالیت آزمایشگاه اینواسیونی در مرکز تحصیلات ایلاوگی ولایت برای نورسان شرایط خوب آموزش کامپیوتر و برنامه‌سازی را فراهم آورد. راهبر محفل ساجده کریم و در 4 گروه به 69 نفر نورسان تکنولوژی اطلاعاتی را می‌آموزاند. اتاق مذکور با 15 کامپیوترهای نو زمانوی تامین است. خوانندگان در وقت‌های معین شده برابر تعلیم نظریوی همچنین به طور عملی از کامپیوترهای زمانوی استفاده می‌برند. با مرور زمان برنامه ها روز از روز عوض شده ایستادند. بنابر همین ما هم تصمیم گرفتیم که سالهای خوانش 2024-2025 را با برنامه نو تامین نماییم. این هم باشد آموزش برنامه سازی می باشد که در همه المپیاده ها و آزمون هایی که
بخش اینفرماتیکا هست. در آنجا علاقه دیده می شود که همه بچگان علاقه با برنامه‌های ساخته خود اشتراک میکنند. ما نیز تصمیم گرفتیم که برنامه سال خوانشی 2024-2025 را با همین موضوعهای برنامه سازی پوره برقرار نماییم. این برنامه‌ها علاقه برنامه‌های HTML، CSS و Python می باشد که با یاری آن بچه‌ها می توانند پوره از دستگاه‌های الکترونی استفاده برده شناسایی پیدا کنند چگونه سامانه‌ها ساخته می‌شوند، چگونه برنامه‌های موبیلی ساخته می‌شوند، چگونه برنامه‌های کامپیوتری ساخته می‌شوند. آنها علاقه با چشم خود می‌بینند، علاقه با این برنامه‌ها کار می‌کنند. در آزمایشگاه اینوواسیونی 15 کامپیوتر هست و در آنها همه برنامه‌ای که گفته گذاشتم HTML، CSS، Python و اینچنین C++ نصب کرده شده است. هر یک خواننده می‌تواند مستقلانه بعد آنی که قسمتی نظریوی را از خود می‌کند در قسمتی عملی نشسته سامانه یا اینکه گوییم برنامه لایحه‌ها را با تصورات خود سازد. باید گفت که برابر رشد علم و تکنیک آموزش تکنولوژی اطلاعاتی استفاده راه و اصولهای نو و پیشرفت را تقاضا می‌کند. بنابراین متخصصان تصمیم گرفتند بیشتر به این سمت توجه نمایند. الحال در محفل مذکور اعضایان با 3 رویه یا خود لایحه پیشصف، لیاقت و آموزش به از خودکنی جلب گردیدند. شریف جان حاجی‌بایف خواننده مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 18 شهر خوجند در دور شهری آزمون جمهوری علم فروغ معرفت در نامیناسیون اختراعکاری سزاوار جای سوم گردید. او دستگاهی را اختراع نمود که به طور اتوماتیک به گل‌های آرایشی در وقت معین آب می‌دهد. هیئت حکامان آزمون اختراع او را بهترین دانستند. الحال شریف جان حاجی‌بایف به دور ولایتی تیاری می‌بیند. من در آزمون جمهوری دور شهری علم فروغ معرفت اشتراک کردم و جای سوم گردیدم. در بخش اختراعکاری جای نمایان گرفتم. من سیستم автополив ساختم که برای آدمان می باشد که در خانه خود یا محله خود آب نداشته باشند یا کمک می‌دهد برای توبک‌های گل کار می‌فرماییم. از خشکشوی خاک زمین امی نگاه داشتن ما همین را کار می‌فرماییم. این سیستم بلوک ریله دارد، ناقل دارد. بلوک ریله ناقل برای چین کردن خشکی زمین در کار است. اگر زمین خشک باشد با طور اتوماتیک آب می‌دهد و گل را با آب تامین می‌کند. ناقل می‌فهمد که خاک خشک است و از شلنگ خودش آب می‌فرستد و گل را با آب تامین می‌کند. با همین اختراعم من می‌خواهم در دور ولایتیم جا گیرم و وطن خود را پیش برم. سال روان دستاوردهای اعضایان مرکز تحصیلات علاوگی ولایت در آزمون‌های با نفوذ جمهوری خیلی نظررسند. به خصوص شوق و رغبت آنها به نامیناسیون‌های اختراعکاری و نوآوری خیلی زیاد گردیده است. محصل مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 15 ناحیه باباجان غفورов یوسف احمدov یکی از آنها میباشد. او با راهبردی استادانش گنراتور شمالی اختراع کرده تصمیم گرفت با آن در آزمون شرکت ورزد. در دور ناحیوی به گرفتن جای دوم سزاوار گردیده به مرحله ولایتی راحت را صاحب شد. من ветрогенератор ساختم که آن با یاری شما 12 ولت قوه برق میدهد. این اساساً برای شخصانی که در تپه و بلندکوه‌ها زیاد میروند. اختراع من از استایک تروبه پلاستماسی حجمش 50 پروپلر تروبه پلاستماسی با حجمش 75 پریخود با 75 50 پریخود با 75 به 100 موتور 12 ولت 5 ولت بگرانده شده بلوک ریله و USB وارداتش دوتا یکتاش برای تلفن زرد ماندن یکتاش برای روشن دادن. در آزمون ولایتی تیاری ایستاده میخوان در آن جاها جای نمایان گیرم.
طی 5 سالی که آزمون دایر می‌گردد واقعا ثابت ساخت که بین نوسان و جوانان صاحب استعدادها نوآوران و ایجادکاران سال از سال بیشتر می‌گردند. از این لحاظ برابر بسیار شدن تعداد اشتراکچیان آزمون‌ها صف غالبان نیز افزوده شده است. نامیناسیون اختراعکاری و نوآوری یکی از بخش‌هایی میباشد که توجه خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی را بیشتر جلب نموده است. در سمت برنامه‌سازی و ذهنی صنعی نیز هوسمندان پیدا شده با پیشنهاد لایحه‌های خود در آزمون فعالانه شرکت می‌ورزند. دستاوردها طول 3 سال است که اعضای محفل آموزش کامپیوتری پولادوف بهرامجان در آزمون جمهوری علم فروغ معرفت، اکادمی خرد علم‌ها، اختراعکاران نورس و همچنین المپیاد تکنیکان نورس اشتراک نموده ایستادند. با برنامه‌های ساخته خود، برنامه‌های آن کس روزنامه الکترونی میباشد که این برای مؤسسه‌هایی که با همین روزنامه‌ها کار و فعالیت میبرند برای آنها بسیار چیزی مهم است و آسان است برای آنکه این برنامه اساساً برای همین مؤسسه‌های تحصیلاتی میانه یا اینکه مؤسسه‌های خصوصی پیش بینی کرده شده است که مثلا همه والدین ها از رفت خوانش فرزندان خود به طور الکترونی باخبر شده می توانند و دیگر برنامه آن کس این است با برنامه ذهنی صنعی ساخته شده است. خیلی که ما میدانیم بسیاری آدمان از دیگر جایها مثلا لباس ها فرمایش میکنند نمیدانند که با آنها چه خیلی میشینند. مثلا صورت خود را گرفته آنها میتوانند رسم همون لباسی که است آنها فرمایش کردن میخواهند و رسم خود را مانده آنها میتوانند موافقت همون لباس را سنجند. دویم برنامه‌ای که آن کس ساختن همین است در با همین برنامه خود در آزمون جمهوری علم فروغ معرفت از بخش ذهنی صنعی و برنامه‌سازی اشتراک کرد و سزاوار جای سیوم گشت در دور ناحیوی و ما کوشش داریم که بهرامجان در دور ولایتی و جمهوری نیز کامیاب گردد، سزاوار جایهای نمایان گردد. محفل شاهماد نیز یکی از محفل‌های دوست داشته نورسان است. راهبری آن را محسن کریمов به عهده دارد. به اندیشه او شاهمادبازی برای انکشاف تفکر ذهنی آنها اهمیت کلان داشته، همزمان در مستقلیت فکرانی نورسان مساعدت می‌کند. اهمیت بازی شاهماد در همین است که شاهماد این یکی از بازی هم شوق‌آور هم ورزشی بوده. سالهای آخر جمهوری تاجیکستان حکومت مملکت همین بازی به نهایت مراقع زیاد اهمیت زیاد داده ایستاده برای تشکل یافتن جوانان آینده در سطح‌های بین‌المللی برآمدن جوانان کوشش غیرت‌ها شده ایستاده است. اون از طرف جناب عالی غمخواری‌های زیاد مبلغ‌های زیاد حتی جدا کرده ایستادند که بچگان از آوارگردی بیکارگردی من وقتی تعطیل به خصوصا اومده انمیخیل محفل‌ها و اعضا شوند وقتی خود را ثمرناک استفاده برند و موفقیت‌های کلان به نایل گردند. هفته گذشته ما همینجا یک چهاربینی داخلی مرکزی گذراندیم. در این مرکز علاقه معلوم شد که بچگان با این بازی شوق و رغبت کلان داشته. یک چند خوانندگان علاقه صاحب دیپلم های درجه 3 درجه 2 درجه 1 گردیدند که این البته نشان دهنده های خوب و موفقیت های ما می باشد. علمان این بازی شахمت را همین خیلی تخمین میکنند که شахمت از زمان های قدیم یکی از بازی شغلی و دوست داشته انسان ها بوده است. تخمین میکنند که 1000 سال در 1000 سالی یکم پیش از میلادی یک دانشمند ریاضیدان شاهی هندوستان به بازی شахمات را یاد داده است و در جواب شاه به استادش گفته است که من میخواهم تو را قدردانی کنم. بعد وی گفته است که چه قدردانی میشود. همین یک قصه روایت مثال آورده است که همین کفایه است که بازی شахمات به نهایت دور و دراز است. اهمیتش کلان برای فکرانی خاطر انسان‌های مستحکم کردن و برای استراحت دمگیری وقت گذراندن و این بازی یکی از بازی معمول به شمار می‌رود.
چنانکه که اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام الرحمن بارها تاکید می‌دارند جوانان نیروی پیشبرنده جامعه میباشند. محض به خاطر فراهم آوردن شرایط مساعد تعلیم و تربیت در مؤسسه‌های تعلیمی تدبیرهای مشخص اندیشیده می‌شوند. سابقه‌دار ساحه راهبر محفل تکنیکون نورسی مرکز تحصیلات علاوگی رقم 3 جماعت خسته‌ورزی ناهی باباجان غفورов خلیل عبدالستارov با افتخار از دستاوردهای شاگردانش حرف می‌زند. چند نفر آنها طی سالهای آخر در آزمون جمهوری علم فروغ معرفت به گرفتن جایهای نمایان نائل می‌گردند. غالب آزمون جمهوری علم فروغ معرفت در سال سپری دلیر سالیف یکی از آنها میباشد. نقلیات الکترومبیلی که او اختراع کرد توجه هیئت حکمان را به خود کشید. دلیر سالیف برای اختراع آن خیلی زحمت کشید. مصلحت‌های متخصصان را به اینابت گرفت و در نتیجه کشفیاتش را ساخت. نقلیات او همچنین با سوزشواری دیزل حرکت می‌کند. الحال باشد دلیر سالیف به نام پرشرف دانشجویی صاحب گردیده می‌خواهد در آینده به منفعت خلق و وطن خدمت نماید. من طولی 3 سال می‌شود که در آزمون علم فروغ معرفت اشتراک می‌نمایم. و امسال به من نصیب گشت که با واسطه استادم عبدالستارov در مؤسسه تحصیلات علاوگی یک الکترومبیل را اختراع کردیم که با این الکترومبیل در آزمون جمهوری علم فروغ معرفت سزاوار جای دوم را گشتم و با دیپلم همین آزمون به دانشگاه ملی در فاکولته شناسی همچون رایگان تحصیل میکنم. این برای من این یک افتخار است و میnnتداری خودم را به اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم جناب عالی میرسانم که چنین آزمون ها را برای ما جوانان تشکیل کردند. استاد خلیل عبدالستارov با شاگرد دیگرش مومن جان روزی به دور ولایتی آزمون آمادگی دارند. اختراع او دقت گروه ایجادی ما را نیز به خود کشید. مومن جان روزی سه‌چرخه را اختراع کرده است که من بعد کار کشاورزان را خیلی آسان میکند. سه‌چرخه بارکشان بوده برای پاشیدن دارو و موضع‌های کشاورزی پیش بینی شده است. با همراهی استادم عبدالستارov این تجهیزات را همراه ساختیم. در تجهیزاتی من برای نیست و نابود کردن حشرات‌ها و سالی روان حشراتی های زیاد مثال میاریم ملخ در صحراها زیان رسانده شدند. با واسطه از تجهیزاتمون دارو که در قسم پشتش دارو پوشک موجود میباشد دارو میپاشیم و حشرات ها را نیست نابود میکنیم. وظیفه دیگرش کشانیدن بارهای وزبین مانندی علف یا اینکه باز دیگر تجهیزات ها برای سهمی خودمان. با در این تجهیزات 5 تا اکومولاتور موجود میباشد که 12 ولت در عموم 60 ولت را تشکیل میدهد. این تجهیزات 40 کیلومتر مسافت را در ذریعه پر حرکت مسافت را تعیین میکند. در دوام 8 ساعت ذریعه‌اش پر میشود و این رو از سن 12 سال بالا میتواند اداره کند. اداره کنی آن خیلی عادی میباشد. اینچنین نرخش ما باید به نوبت گیریم که جمهوری تاجیکستان دولت اگراری میباشد و تجهیزات ساخته من برای خودجویی خیلی ضرور میشه. نرخش باید که در بازار حاضر چنین تجهیزات ها زیاده از 13000 سومانی رو تشکیل میدهد. تجهیزات ساخته من همگی 7-8000 سومانی رو تکلیف میکند برای آسان کردن کارهای خودجویی. من میnnتداری خود را به پیشوای معظم ملت محترم پرزیدنت جمهوری تاجیکستان میرسانم، زیرا آغاز کرده از سال 2020 چنین آزمون جمهوری علم فروغ معرفت تشکیل کرده شد که در آنجا من سال دوم اشتراک کرده شدم و سال روان در دوری ناحیوی جای اول را اشغال نمودم و به دوری ولایتی راحت گرفته آمادگی دیده شدم. در مرکز تحصیلات علاوگی رقم 3 ناحیه 26 محفل عمل میکند. دیروز چند نفر اعضایان محفل تکنیکون نورس در لاگر آموزشی روبوتکنیکا که در شهر دوشنبه تشکیل گردیده بود شرکت ورزیده صاحب سرتیفیکات گشتند. آنها با تحفه های خوب مجموعه ایونت‌های روبوتکنیکا سزاوار گردیدند که این هم میتوانند من بعد راه نوی را بهره رسیدن به کشفیات و اختراعات نو برای نورسان باز نماید. در آزمون جمهوری علم فروغ معرفت سال دوم است که به نتیجه های نظررس نائل گردیم. سال 2023
یک شاگرد من بابای فرمانجان جای یکم را در آزمون جمهوری علم فروغ معرفت اشغال نمود. سال 2024 باشد سالی دلیرجان یکی از شاگردان من در آزمون علم فروغ معرفت جای دیگرم را سزاوار گشت. این کامیابی هایی که به دست ما آمد خیلی خوانندگان را دلگرم کرد و باز خوانندگان را به محفل تکنیکان نورس بیشتر جلب نمود. خرسندی ما از آن عبارت است که امسال ما همین بابای فرمانجان را به انستیتوت پلیتکنیکی شهر خوجند رایگان داخل نمودیم و سالی دلیرجان را به فاکولته حقوقشناسی شهر دوشنبه رایگان با پیشنهاد وزیر معارف جمهوری تاجیکستان به دوشنبه داخل شد. باز با تشبوس همین تکنیکان نورس بود که ما رو با 5 روزه آزمون یا اینکه ربات تکنیک در هر یک مکتب به لاگری شهر دوشنبه دعوت نمودند و با دو شاگرد خودم در اونجا شرکت ورزیده از اونجا با نتیجه خوب برگشتیم و در این آزمون با ما برای آموختن همین رادیو و ربات تکنیک با ما به مبلغ قریب 6-7 هزار سامانی با ما تحفه سپردن که به مرکز تحصیلات علاوگی خودم آورده سپردیم و حالا خوانندگان با آن ربات سر و کار داشته ایستاده‌اند. ما نیت داریم که سال 2025 نیز با آزمون جمهوری علم فروغ معرفت اشتراک نماییم و هم در مکتب‌های تیپی نو و هم در مکتب‌های عمومی حاضر دو نمود یکی از ماشین‌های صبورو ساخته ایستاده که آن را حاضر ما پیشکش نمی‌کنیم. من حاضر با یک دیدیتون که یک ماتریال یا که سه چرخه که با وی کار خواجگی قشلاق رو خیلی آسان می‌کند ساخته به استفاده دادیم و در آزمون نوگیوی همین سه چرخه ما جای یکم رو در مکتب‌های تیپی نو اشغال نمود. از مشاهده‌های دستاوردهای محصلین همین را تاکید کردنیم که واقعاً نورسان و جوانان ما امروزها از امکانات‌های مساعدی فراهم گردیده ثمرناک استفاده می‌برند. برای تکمیل دانش و انکشاف تفکر علمی و تکنیکی خویش پیوسته در جستجو نوآوری‌اند و این می‌تواند در آینده برای رشد علم و اینواسیون در کشور زمینه‌های واقعی گذارد.